بحث دو نقشه‌ای شما محکوم به اینی که خلاف کنید. همه فکر میکنن که این اتفاق میفته و 30% میره تو ماده برای شهرداری درآمد. شهرداری به نظر من خیلی موافقه اینه که تک نقشه‌ای بشه. این یادت باشه سود همیشه تو خلافه. چه ارگان‌هایی باید بیاد پای کار تا این مشکل حل بشه؟ به نام خدا در خدمت مهندس رضا اسلامی هستیم، رئیس اسبق نظام مهندسی ساری. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. بحث دو نقشه‌ای که فکر می‌کنم خیلی موضوع جنجالی باشه، خیلی داغ باشه، خیلی حساس باشه و فکر می‌کنم توی استان مازندران به نسبت استان‌های دیگه بیشتر این قضیه بولد باشه. یه توضیح با هم بدین اصلا داستانش به چه صورته، راهکارش چیه و چیکار باید کرد تو این موضوع برای حل این مشکل؟ قیمت نهایی فروش مسکن که به نسبت در مازندران خیلی پایینه، شما محکوم به اینی که خلاف کنید. پلان یه نقشه‌ای که شما برای یه سطح اشغال 50% داری فرق داره با سطح اشغالی که برای 70-80% دارید. اصلا اون سوریه. اصلا شما کارفرماتون یعنی سازنده اصلا اون نقشه سوریه رو نمیبینه. این نقشه‌ای که فقط میری باش مجوز میگیری و میری تو بایگان و ناظر رفته دفترخونه تعهد داده که نظارت کنه بر اساس ضوابط روی نقشه‌ای که طراحی واجد شرایط طراحی کرده و امضا کرده باشه، ولی در واقع داره روی نقشه دیگه نظارت میکنه و این اصلا اینقدر همه چیش در هم نباید اون ناظر بگه که آقا این نقشه با اون چیزی که من دارم میگم فرق داره. طرف مجبور میشه که خلاف. این یادت باشه سود همیشه تو خلافه. یعنی هر چند طبقه ای رو که سازنده داره خلاف میکنه میسازه، اصل سودش تو اون طبقات خلاف ساخته شده است. پس خیلی هم نمیتونی به سرمایه‌گذار ایراد بگیری که چرا داره خلاف میکنه. شما به شرایط رو بده، شما به سیر ساختار رو بده، اون وقت ازش رو خلاف نکن. به جای اینکه 50% سطح اشغال بدی، طرف 80% بسازه، 30%ش بره تو ماده 100، همه فکر میکنن که این اتفاق میفته و 30% میره تو ماده 100 برای شهرداری درآمد. شهرداری به نظر من خیلی موافقه اینه که تک نقشه‌ای بشه. چرا؟ برای اینکه به جای اینکه بیاد اون 30% تو ماده 100 که خودش براش متحمل هزینه است، داستان داره، جنگ اعصاب داره، هزار یک برنامه داره، چه اتفاقی میفته و امکان داره به لابی اتفاق میفته، تخفیف میگیرن و این داستان. یا بگه آقا من به همه 70% سطح اشغال میدم، خب 70% بر اساس هم تعرفه درستی که تخفیف داره میگم. شاید دوم دردسر میگیره، میاد اون 70% پول روند و خوشگل و تمیز هم اول میگیره، وای نمیسته که ساختمون مثلا 50%ش بره طرف یه سقف بزنه بیاد ماده 100 نمیکنه این کارو. پس شهرداری هم موافقه این اتفاقه. چه ارگان‌هایی باید بیاد پای کار تا این مشکل حل بشه که شاید این داستان نباشیم؟ ببینید مطمئنا تمام این ضوابط‌ها زیر نظر وزارت راه و شهرسازی که طرح جامع و تفصیلی‌ها در چیز میشه تهیه میشه، همه زیر نظر وزارت راه و شهرسازیه که بعدش حالا شورای عالی مهمانی شهرسازی داریم. همه اینا زیر نظر وزارتخونه است. این از وزارتخونه باید از بالا. آره مثلا تو شهرهای دیگه، مثلا تو استان گلستان الان میدونم که 70% سطح اشغال میدن و بیشتر از اون اجازه نمیدن. این الان تو استان گلستان اتفاق افتاد 70% سطح اشغال داده شد، این موضوع کمتر شد. خیلی دو نقشه‌ای بودن. زیاد کم میشه. یعنی اصلا تاثیر مثبت گذاشت.